تو به من داری راه کانتنت درست کردن رو یاد میدی آخه پسر خوب. تو کل زندگی تو با دراما اومدی بالا. با بیگ اسموگ هم درامات نمیشد سویل سولوا تحویلت میگرفت آخه. دلش واسط سوخت. مهدی پس نمی آورده تو یوکاب، سویل سولوا تو رو میدید که به خاطر پات بلند شه بیاد خونتون عیادت، که بخواد با اصلا رفیق شه. این از تو آقای سویل سولوا. خیرت به ما زیاد رسیده. ما آدم نمک نشناسی نیستیم. ببین این خیلی مهمه. من آدم اگم نمیتونم درست صحبت کنم چون اعصابم خورده دوستان. داداش خیرت به ما رسیده، ولی این رفیق چی کسشر میگه؟ آقای سویل پرنگ، سویل سولوا 10 تا ویدیو تو ندویده؟ نه دیگه نداریم دیگه داداش. 10 تا ویدیو واسه این و اون میدوی نمیتونی بری کانتنت یارو رو بدزدی. نمیتونی ما رو گوست کنی بگی انرژی منفی بودی. نمیتونی بیای بگی حسام سمسو سر ویدیو فلانش تو خونه فلیم حسینینا جلو مامانش داد زد، حسین اون موقع کینه کرد. دیگه حال نمیکنه با حسام سمسو. حسام نمیشه که همه با هم رفیق باشن. ببین ولی من اون ویدیو رو دارم. من خام اون ویدیو 50 دقیقه است. خام اون ویدیو رو ریاکت میرم. میخوام ببینم جلو مامان فلیم حسین چی گفتم که مامان حسین ناراحت شده. میخوام ببینم چی گفتم که به ریشتون برخورده. فهمیدی؟ من هیچی نگفتم. من کسکش بلند شدم اومدم خونه شما، پات مشکل داشت با مهدی پس بلند شدم بیام عیادت تو. این از تو آقای فلیم حسین. زورت هم به معشات تیم نرسه. اتفاقا معشات هم خیلی بااستعداده، خیلی هم کانتنت کریئتور خوبیه. تو استریمت یه شکل دیگه، تو کانال تلگرامت یه شکل دیگه تهدیدش میکنی، مدرک داری. من میشناسم امیرعزت آدم خوبیه. تو یه بار پشت من در نیومدی، تو همون کانال تلگرامت حاضر نشدی بنویسی آقا امیرعزت آدم درستی، این تهمتا بهش نمیرسه. من بابت کلمه چسخور از تو حمایت میکردم. منی که با تو ویدئویی نمیگرفتم این هفته بریم تو وایت باکس، اون هفته بریم تو بلک باکس، با تو نداشتم. چیزی از تو به من نرسیده، چیزی از تو به من نمیرسید. خایه تو از خایه اسب در بیام. ولی تو تو ویدیو مسیج من فرار کردی منو کیر کنی. رفتی کتاب ببین، من صفحات رو آروم آروم میخونم، الان صفحه دومی. رفتی پشت سر من گفتی مگه من میخواد با من رفاقت کنه، فازشو گرفته ویدیو مسیج میخواد بگیره. یه رو قبلش داره، بازم میزنم الان. فلیم لایو شد، کیرم تو لایو فلیم حسین. من لایو شدم بابا. خدایا آخه دشمه لایو زدن ما به اینا یاد دادیم چجوری موسه از کجای صفحه ببرن کجای صفحه رو کدوم دشمه کلیک کنن. مشکل حل کنه. کسخل تو بگاه دهنده همه چی. من 100 ساله نمیخوام تو مشکلمو حل کنی. داداش احترام گذاشتی یه جا به من 10 برابر بهت گذاشتم. بیا بچا آقا من به بزرگترم احترام گذاشتم. اومدن میگن تو خایمالی ما رو که من کی خایمالی تو رو کردم؟ کسخل دمت گرم تو اون دراما اومدی پشت من در اومدی. 1000 جا گفتم دمت گرم. کسخل یارو مشکل تو مشکل حل میکنی؟ کی تو امیرعزت یه مشکل، من زندان بودم امیرعزت مشکل حل کرد. امیرعزت وای از هیچی نگو آقا من الان همه چی رو توضیح میدم بهتون. خب امروز دیشب دیدم آقا دوست دختر سابق من، خب بعد واقعیت رو بگم دیگه، ببخشید من خانواده ایشون که من اینو میگم، من اصلا سراغ این اصلا ببین دلم نمیخواد تو خانواده یکی واسطان پیش بیاد مشکلی پیش بیاد. من شرمندم که اینو میگم خاله.
تمام کارهایی که برای من کردی یادم میمونه. مادر ایشون، مامان، واقعا آدم حقیقت باید بگه دیگه. منو میذاشتی رو سرت تا ابد، خوبیات یاد من میمونه، تا ابدم من نوکرتم خاله، عشق منی، به جون مادرم قسم. هیچ وقت کارایی که مادر ایشون برای من کرده من یادم نمیره، حالا هر اتفاقی که داره بیفته. چت تیم و تیم کشی، خدا رو شاهد میگیرم، تیم و تیم کشی سایت، یه سری پیام خیلی هماهنگ شده تو چنل 10 نفر یهو گذاشته میشه. رفیق قدیمیم سر مشکلاتی که من داشته من نرفتم حلش کنم، دلیلش هم الان میگم، سر کینه‌ای که من داشته وایس میده 4 تا، اون یکی هماهنگ شده رأس یه ساعتی میاد مشکلی که 8 سال پیش دعوای خصوصی من و دوست دخترم بوده، چرا اونو میاد میذارید وسط؟ دعوا سر چی بوده؟ گفتم آقا تو میدونی به من گیر میدن، قربونت بشم، تو میدونی به من گیر میدن، یه کاری کن من بدبخت نشم. من نوناور این خونه هستم یا نه مامان؟ گفتم یه کاری کن من بدبخت نشم، اقصد یه کاری که من قاطی کردم، دوست دخترم من به حرف من گوش نمیده، من انقدر بدبخت بودم. گند زد تو وضعیت من، اصلا خورد شد، ترس. آقا میترسم چت. چرا؟ چون کسی هوای منو تو اونجاها نداره چت، به جون این زن کسی هوای منو اونجاها نداره. خوب بچه‌ها تو رو خدا تجزیه تحلیل کنید. خب هیچ کس هوای منو تو اونجاها نداره چت، منم و شما و خدا و خانوادم. بعد انقدر رک بیام بگم بابا چقدر نامردید به خدا، بازم آدم رو تحت فشار بذارید. من چیکار به زندگی شما دارم؟ رفتین من از دوست دخترم پشمام میریزه چت. بابا چت من عوضی دعوام، آقا همه با دوست دخترشون دعواش میشه، با زنش طرف دعواش میشه، این چیزا. من در جواب گفتم هر کسی حجابش به خودش مربوطه. ایران حبشی هم یه ویدیو درست کرد از این صحبت‌های ما و گذاشت. بعد از اینکه ویدیو کلی ویو گرفت و ایشون هم داشت همینجوری هیت میگرفت، اول که دوست صمیمیش شاگرد آقای عزتی به من زنگ زد و نیم ساعت داشت با هم صحبت میکرد که پیاممو پاک بکنم و مشکل ساز میشه و این داستانا. منم گفتم اوکی پیاممو پاک میکنم، ولی ایشون باید بیاد به خاطر حرفایی که به من زده از من عذرخواهی بکنه. و در ادامه عذرخواهی که نکرد هیچ، به من زنگ زد و فریاد میزد پشت تلفن و میگفتش که 5 دقیقه بهت وقت میدم که پیاماتو پاک بکنی و بگی که سوء تفاهم شده و عذرخواهی بکنی، وگرنه من الان استریم میذارم، هیچی هم برام مهم نیست، آبروتو میبرم و یه کاری میکنم دیگه نتونی توی این کامیونیتی کار بکنی.